حاجیان در کعبه لباس پشتشون کشاده میپوشند. این چی معنا دارد استاد جان؟ پشت و شکم ما پیچاندگی است. معناش همیه که شما اگر دنیا که در دستان باشد، این همی سفر شما با همی یک کفن است. دیگر این که این یک نشانه قیامت است. قیامت هم مثل که در اینجا میلیون ها در درون کفن ها پیچاندگی اند، اونجا تماما با کفن نیست. خب سوال دیگر، در مهاجرت در نقلیات یعنی تاکسی باشی، ناخواست ماشینت با صدمه دچار شود و همان شخص وفات کنه، آیا شهید می شود یا نه؟ داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. اپیمیدیون پاستا برای با قوت کردن مردانگی بدن، شخصانی که بفرزندند، بالا برداشتن فایز اسپرم، خون گرفتگی پا و رگکشی و همچنین برای حوصله را بلند کردن، مزه هنزل برای درد میان، دست، پا، ریماتیسم، روغن خلبه برای خون گرفتگی گرده، پیشابدان، پروستات، سنگ و نمک گرده، سمیانوند برای اشتها و بزبله شدن. اینها سبب خدا شفافرما همه راضی شما. حاجیان در کعبه لباس پشتشون کشاده میپوشند. این چی معنا دارد استاد جان؟ اکو برادرای عزیز و گرامی، حج خودش ماه مخصوص داره. ببینید در همون ماه ذوالحجه میشه، مثلا در ذوالقعده نمیشه، یا در این ماه سفر، در ماه سفر حج نمیشه. این حج یک عبادت مخصوص است و در مکان مخصوص است و در روزهای مخصوص است و با خودش لباس مخصوص داره. برای این لباس حاجی ها لباس مخصوص است و این یک بگیم که یک مثالی هم هست که تا همه دانه که ما بین در همون لباس همون سفیدی که یک سانک در گرد همی پشت و شکم ما پیچاندگی است، معناش همیه که شما اگر دنیا که در دستان باشد، این همی سفر شما با همی یک کفن است. این یک سانقتی دنیا را پدرود، یعنی با خودت این چیزهایی که داری با خودت نمیبرید. دیگر این که یک نشانه قیامت است. قیامت هم مثل که در اینجا میلیون ها در درون کفن ها پیچاندگی اند، اونجا تماما با کفن نیست، یعنی اونجا تماما لباس نیست. این هم یک مثال همون قیامت است. برای این حکمت های بسیار دارد، ولی همین قدر دانیم که مادام خدا امر کرده است که لباس حاجی باید همین خیل باشد، تا که البته مقصد زحمت ها داره، مشکلات ها داره، تا مثال با خدای مهربان به آسانی آدم رسیدن نمیتونه، همین هاش درک کنیم، خدا خواهد کفایت میکنه. دیگر سوال، بابا جان من صنف 11 میخونم، طول 1 سال میشود پدرم با من قهر است، او را با آغوش میگیرم میبوسم ولی گپ نمیزند، من چیکار کنم؟ من پدر و مادرها را وقتی که این خیل فرزندایی را که خدا به شما داده است که شما را در آغوش بگیرن، از شما بخشش پرسن، شما این پدر و مادر دل سخت دل سیاه نشوید. شاید این پدر یا شاید این مادر ولی ندیده است که به حرمتی فرزند که ندیده، ولی این نازت این قهرت امی جهت است. پدرها و مادرهای را میدانم که فرزندا را دشنام های کوچگی میتونن بیزار شدگیان، دعا میکنن که خدای مهربان تیزتر جانش بگیره. فرزندای هست که مثال چقدر اذیت عذاب و لطقین میکنن پدر و مادرها را. برای همین وقتی فرزندکایی که شما را در آغوش میگیرن، یگان خطا کردن یا لغزش کردن، شرط نیست که در او دیگه همین 4 زانو بشینه عاقد کردم، من اعتراضی نیستم. فرزند بشنان، او فرزندای، او بچه، او میوه دیلای، او را بشنان، مصلحت شده که بچه جان، دختر جان، تو میدانی که مثال من پدر و مادرم، شما میدانی که آزار ما آزار الله های، بچه جان این کار دیگر نکن که مرا دلم نمیبرداره، بچه جان حرمتم که به قدرم برس. مقصد حاجی را گوش که درباره پدر و مادر چی میگه، یا فلان کتاب بیار، یک کتابک درباره پدر و مادر تو حاضر بیار، بچه میره بخوان ببین پدر و مادر چه حق داره. شما فرزندا را تربیت کنین، فرزندا را آق نکن، فرزندا قد قهر نکن. این به ضرر میگن، اما قهر دیوانه ضرر دیوانه. شما فرزندا را وقتی شما را آغوش دا بگیرن پیش تون بیا بگه ببخشم،
الله را با این تواناییش میگه بخشیدن دوست میدارم. برای این پدر و مادران شما فرزندان را ببخشید. چی لرزشی میکنن ببخشش، نصیحتش کن، انشاءالله همش خوب میشه. الله مهربان توفیق دهد که این خواهرچه ما است یا دادرچه است مثلا از شما خواهش میکند، عذر میخواهد، شما عذری را خواهشی را قبول کنید، زیرا با ناشکری نشود و بعد در یگان آفت بزنید، هم فرزندت هم خودت. خب سوال دیگر، در مهاجرت در نقلیات یعنی تاکسی باشی، ناخواسته ماشینت با صدمه دچار شود و همان شخص وفات کند، آیا شهید می شود یا نه؟ یعنی در غریبی برادران عزیز و گرامی وقتی شما در صدمه میزنین این معنای شهیدی را ندارد، ولی از بس که غریب که هستین انشاءالله هر کسی در غریبی بگذرد درجه شهادت هم میبرد. شما از حساب این مقام و مرتبتون حساب غریبی تونه. لیکن شهیدها را پیامبر نازنین گفت است که از شهدا خمستون، شهیدا 5 نوند، در بعضی حدیث ها 7 نوش هم آمده است. یکم میگه المطعون، کسی که از کسل طاعون یعنی از وبا، از ویروس، این کرونا ویروس کسی میبرد این میگه درجه شهادت هم میبرد. دو میگه المبتون، کسی که شکم درد میبرد یعنی شکم رو میشود همین هم درجه شهادت هم میبرد. سه میگه الغریق، سیم کسی که در آب غرق میشود. دیگر نفری که در روایت آمده است کسی که در آتش میسوزد اینم شهید میشود. و دیگر پیامبر گفتند کسی که زیر یک بنا میماند، یک بگیم دیوال است چیزی باشد در بالای آدم وقتی چپه میشود اینم گفتند شهید است. یا کسی که در راه الله کشته میشود، آدمی که برای خاطر دینش، برای خاطر شریعتش وقتی در مقابل دشمن میبراید وقتی کشته میشود اینم شهید است. پیامبر گفت کسی از کسل دیق نفس اسما میگیم از این مثال دنیا میگذرد شهید میمیرد. کدام مادری که در حالت فرزند زاییدن از دنیا میگذرد اینم شهید میگذرد. انا اینا شهیدن. ولی کسی در صدمه دچار میشود مقصد اینها را شهیدم که نباشند لیکن انشاءالله درجه مؤمنی میبرین کو، درجه مسلمانی میبرین کو. اگر غریب باشین انشاءالله شهید شما. الله مهربان حفظتان کنه. خدا هیچ وقت در این آفت ها و در این مصیبت ها شما دچار نشوید. همچنان در این لحظه ها گوش کردن شما برای فایده جان شما در دنیا و در آخرت است. الله مهربان سعادت دنیا و آخرت نصیب ما گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.